دانستن تاریخ ملت برای هر فرد صاحب شعور شرطی حتمی است، زیرا آن برای خود معین کنی شخص در محیط گوناگون فرهنگی جهان همچون سپری است که او را از فرو بردن از جانب فرهنگ‌های غیر امین می‌دارد. اجداد تاجیکان از زمان ظهور تا امروز در زینه‌های مختلف تشکل و روند رشد جامعه جهانی نقشی مؤثر گذاشته‌اند. فرزندان باننگ و ناموس و صادق و جسور تاجیک در همه دور و زمان قهرمانی نشان دادند که ما امروز از کارنمایی ایشان حرف میزنیم و افتخار مینماییم. تاجیکستان در همکاری با یونسکو به خاطر گرامیداشت و ارزش‌گذاری به نابغه‌های ملت، حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی و معرفی شایسته آنها در عرصه بین‌المللی تلاش‌های پیوسته به خرج می‌دهد. در همین زمینه در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ وظیفه‌دار کرده شدند که مواد ضروری را وابسته به تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر را آماده و به یونسکو پیشنهاد نمایند. همکارمان مسروری رجب در این خصوص صحبت آراستند که عین زمان منظورتان می‌گردانیم. تشکر. توجیکستان در آغاز صاحب استقلالی مملکت زیر سروری خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای خودشناسی ملی رو آوردند به تاریخ. واقعا هم تاریخ تاجیکان که صحیفه آن از خودشناسی درک می‌دهد، صحیفه آن از کارنامه‌هایی که برای روح بلندی، برای باز هم تلقین یافتن خودشناسی و خودآگاهی ملت زمینه گذار است. پیشوای ملت در این سمت تشبس‌های ارزشمند را تا این دم انجام دادند که شماره اشان به حد است و حدود. در همین زمینه صحبت خواهیم داشت با دکتر علم‌های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله. اعتراف جهانیان نسبت این تمدن و این تاریخ چگونه است؟ رو آوردن پیشوای معظم ملت به تاریخ همچون یک واسطه یا وسیله مهم در راه خودشناسی و درک و خودآگاهی تاریخی مردم کشور در زمان صاحب استقلالی به سبب نیست و از روز اولی که پیشوای معظم ملت به سمت رهبر اولی جمهوری انتخاب شدند به تاریخ و تکیه نمودند و تاریخ را همچون یک واسطه مهم در راه خودشناسی مردم کشور، مردم تاجیکستان صاحب استقلال استفاده نمودند. برای آنکه تاریخ واقعا این حافظه انسانیت، خاطره انسانیت است. دو نیم سده آخر درباره تاریخ ملت ما، درباره تاریخ دستاوردها و نقش و مقام ملت ما، اون شخصیت‌ها، چهره‌های ماندگاری که در تاریخ ملت هستند، خیلی چیزهای زیادی عالمانه و محققانه نشر شدند. و برای همین وقتی که در زمان صاحب استقلالی با تشبس پیشوای معظم ملت ما این یا آن دستاورد یا که فرهنگ مادی معنوی یا که چهره های ماندگار ملت خود را پیشنهاد میکنیم، نه تنها جمهوری های همزبان و هم تاریخ، حتی جمهوری های دیگری که نقش تمدن و تاریخ و فرهنگ تاجیکان در تشکل آنها زیاد است، دستگیری میکنند، جانبداری میکنند. یک عالم عصر 19 گفته بود که تاریخ اصلا برای آن در کار است که ما به عقب نگاه کرده به پیش قدم زنیم. بله. اجدادان ما همیشه با سازندگی، با آفرندگی، بله، با تحکیم و تشویق کردن صلح همزیستی آسایشته. در تاریخ کم خلق ملت وا میخورد که مثل تاجیکان جبر دیده باشد و که اونقدر غاصبانی که آمدند و اونقدر اصلاحگرانی که آمدند، ولی همیشه این خلق از این جبر و ظلم یک فاصله مدیدی که پیدا کرد، از نو سازندگی میکند، از نو آفرندگی میکند، از نو بنیادکاری میکند و همین هم در همین تاریخ زمان استقلالی در لکه معین است. در حالت نهایت متشنج، حالت نهایت وزنین قرار داشتیم، در حالتی که بودن نبودنمان زیر سوال بود. بله، زیر سوال بود. پاره شوی این جمهوری در میان بود، ولی ما توانستیم از این براییم. بله.
کم خلق و دولت‌های میشوند که در یک فاصله نهایت کوتاه از جنگ خانمانسوز و از وضع سیاسی خیلی ناگوار و از نیست شوی و از اینا بیرون آیند، خواجگی را برقرار کنند و کاری سازندگی کنند. از شهر دوشنبه عزیز سر کردید به کدام منطقه تاجیکستان که روید، هم راه هست، هم آبادی هست، هم سازندگی هست، هم پیشروی هست. این در یک مدت خیلی کوتاه و بسیار کسان و بسیار دولت ها و بسیار ابرقدرت ها نمیخواستند که اینطور باشد. زیاده از 6000 ساله تاریخی که ما داریم با همه شیب و فرازش مال ماست، از آن ما هست، ولی ما باید از همین بالاروی و از همین فرآمدن و از همین کمبودی یا نقصان‌هایی که در تاریخ راه دادیم و همین باید عبرت گیریم، سبق آموزیم که برای قوه سازنده تاریخ، قوه بنیادکارنده تاریخ خیلی 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 بزرگ است. پیشوای ملت در پیام نوبتی خود باز یک اقدام عالی‌جنابانه رو در ادامه سلسله همون تشبس‌های شایسته خود روی دست گرفتن که این هم باشد تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر در سازمان ملل متحد است و نهادهای دخلدار را نیز دستورها دادند که در این زمینه کارها را هرچی زودتر به سامان رسانند. در چهره‌های ماندگار اثر بی‌زوال پیشوای ملت نیز پیشوای ملت بسیار در سطح بلند از شخصیت او، از کارنامه‌های او، از ساخت دولتداری که او در تاریخ 2500 سال و زیاده از این تشکیل داد بسیار همانندی ها با ساخت دولتداری امروزی ما دارد. یعنی پیشوای ملت همچون ادامه بخش همین تمدن بزرگ امروز همون ارزش هایی که در 2500 سال و زیاده از این اجدادان ما داشتن با شکل زیبا در زمان صاحب استقلالی پیاده کرده ایستادند. میخواستیم اوید به این تشبس ارزشمند پیشوای ملت چند سخن میگفته؟ سه چهره بزرگی است در تاریخ ما که به واسطه نقش ماندگار خود را گزیدند. این یکم چهره این کوروش کبیر است. کوروش کبیر این متحد کننده، جمع آورنده مردمی آریای تبار است. و ببینید که اون دولتی که اون شاهنشاهی که کوروش کبیر ساخت، بنیاد کرد و نه تنها از جهت حدود که سه قاره را در بر می گرفت، آسیا، شمالی افریقا و اروپا، و یا که از تعداد اهالی که در آنجا نکم از 70 قوم و خلق و زندگی میکردند. خوب، و از جهت شماره اهالی که در اون وقت اهالی جهان دنیا آنقدر زیاد نبود و قسم زیادترش در همین بود. این چنین از جهت بنیاد کردن و نظام تشکیل کردن نظام دولتداری و تنها نظام دولتداری که از کوروش اینا بنیاد گذاشتن و شاهنشاهی هخامنشی کرد، تدریجاً زینه به زینه این کار را دوام دادن اشکانیان، ساسانیان، سامانیان و تمامی دولت‌هایی که در حدود این همین شاهنشاهی بودند از این نظام، از این طرز اداره کنی و از این گویم اصول‌هایی که هخامنشی بنیاد گذاشته، این پیش از میلاد است، پیش از دوره ماست و از اون استفاده کرده. یعنی این سلسله تا امروز آمده و امروز در جمهوری ما هم نشانه هاش و اون چیزی که ریشه از اونجا دارد برجا است. و دویم چهره که در تاریخ ما هست و اون نیز متحد کننده و سازنده و مردم تاجیک را متحد کرد، این اسماعیل سامانی بود. بله. و ببینید که سیوم چهره که همین کار سازندگی اجدادان خود را ادامه دادن، این پیشوای معظم ملت است. ابتدای عصر 21 در یک حالت نهایت متشنج، در یک حالت وزنین توانستند مردم ما را متحد کنند، جمهوری ما را نجات دهند. تشبس نوبتی پیشوای معظم ملت برای مردم ما، مخصوصا برای ساکنان جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان، یک تکان جدی در خودشناسی که وقتی که ما 2500 3000 سال پیش اگر اجدادان ما چنین یک منشوره یا استوانه ساخته باشند، چرا ما در عصر 21 اون نیروی بزرگی اجدادی که هست اون را استفاده نکنیم و با قدم به پیش نگذاریم؟ و
اصلا تاریخ برای همین است. باز تکرار میکنم که ما به خاطر ساختن امروزه تحریزی یا که نقشه‌گیری آینده تاریخ را آموزیم. علامه باباجان غفورов هم سخن دارند که ما هر آن چیزی که از تاریخ میبرداریم میگوییم تنها با مقصد سازندگی، مقصدهای نیک، نه به مقصدی به مقابل یگان مغرضانه یا که به هدفهای دیگر استفاده بردن. و امروز هم همین است. امروز هم در عصر 21 عصر تکنولوژی و ببینید که امروز من هوش مصنوعی و چیزهای دیگری که تکنولوژی با سرعت پیش رفته ایستاده است. نقش هر یک شهروندی تاجیکستان برای آبادی، برای رونق، برای پیشرفت تاجیکستان بسیار مهم است. باید ما اطراف تشبس‌های سازنده پیشوای ملت سرجم باشیم و همین کشوری که برای ما نصیب گشته است باز هم تحکیم بخش باشیم، باز هم استواری بر پایه‌های معنوی اون زم کرده باشیم تا که سالیان سال، عصرهای عصر برای آینده های ما این دولت در یک شکل زیبا، در یک شکل مدرن به میراث مانده باشد. چه کارها را باید جامعه شهروندی ما به کار برد در استفاده از همین تاریخ بای رنگینی که ما داشتیم سرمشق کار کرده؟ تشکر. واقعا یکم کاری که ما باید کنیم متحد و باز هم متحدتر شدن در اطراف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که تنها با هدف، با مقصد پیشروی و از جمله در همین پیام نوبتیشان یک اشاره خیلی جالبی پیشوای معظم ملت است که ما تاجیکان، ساکنان جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر خلقای متمدن، فرهنگدار، تمدن‌ساز حقوق به زندگی شایسته داریم. بله البته. و این هدفی آگاه کردن که این هدف اساسی حکومت و دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است و واقعا ولی زندگی شایسته تنها از طرف دولت، از طرف حکومت، این از دو طرف میشد. بله. و ما هم مردم ما مخصوصا جوانان، ساکنان باید در برابر متحد شدن، در برابر حمایه و حفظ آن تاریخ بای و فرهنگ و سنت های اجدادی، اینچنین با از خود کردن علم های امروزه، تکنولوژی امروزه و آن نیروهای بزرگی که امروز برای سازندگی و برای پیشروی ضرور هستند با این کوشش کنیم. بله. ما بزرگان داریم، ما ادبیات جهانی داریم، تاریخ جهانی داریم و بسیاری از آن چیزهایی که امروز در پیشرفت علم و تکنولوژی جهانی استفاده میشد، بنیادگذارش، ریشه‌گذارش، اساسگذارش اجداد ما هست. بله. ولی ما از اینا باید افتخار گیریم، از اینا باید الهام گیریم. بله. و از خودکنی و به پیشروی زمانوی ما اگر این رو نکنیم ما خیلی عقب میمانیم. مقصد اساسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین است، نه تنها به خاطر آنکه کروش کبیر ساخت یا بینید که کروش کبیر در آن وقت ساخت، ولی ما امروز باید از اون بیشتر و زیادتر. بله. برای این الهام بخش ما باید باشد. بله. برای همین ما با گپ‌های فریفته، با سخن‌های فریفته و مغرضانه که از دور رفته به سراغ ما سنگ میزنند و یک چیزهای جزئی و یک چیزهای آن را یا که دلیلناک و اساسناک کرده میگویند، از پس اون نه. بله. از پس این دستاوردهای امروزه علم جهانی که نقش بزرگان ما در آن خیلی بزرگ است، کسب آموزیم، کوشش کنیم، با معرفت باشیم. بله. از همه مهم در آن است که ما با معرفت باید باشیم و برای همون زندگی شایسته که سرور دولت گفتن، برای همون زندگی شایسته کوشش کنیم. سلامت باشید استاد. سلامت. برای یک صحبت بسیار هم فراگیر، برای یک صحبت بسیار هم پرمحتوا برای شما اظهار تشکر میکنیم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که در صحبت ما بودند دکتر علم‌های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله.